السلام علیکم دوستان عزیز، شهروندان تاجیکستان، هموطنان عزتمند. اینک باز پیمان تیوه با شما است و بنده میخواهم در پیرامون واقعه اخیری که در تاجیکستان رخ دادند با شما لحظه چند گفتگو کنم. خب اینک زیاده از 1.5 ماه می شود که حکومت تاجیکستان با قرارهای عجیب و غریب خود مردم تاجیکستان را خیلی نگران کرده است، اگر ملایم کرده گوییم، و چه مردم داخل کشور و مخصوصا مهاجران مهنتی را که اصلا تمام باری بودجه تاجیکستان، بودجه خانوادهشون در گردن آنها است. منظورم البته که گران کردن قیمت اینترنت در تاجیکستان بود. بنده نمیخواهم که باز به بحث انگیزه ها، سبب های چنین تصمیم ضد مردمی و دستاندرکاران آن به این بحث نمیخواهم برگردم، چون طول این روزها زیاد فرضیه ها گفته شده بودند و باز گفته خواهند شد، ولی بنده میخواهم از نتیجه همین اقدام کمی صحبت کنم. البته که شکر الله که با پافشاری مردم غیور تاجیک که بنده از هرگز شک نداشتم در غیرت این مردم، با پافشاری شما حکومت مجبور به عقب نشینی شد و امروز قیمت اینترنت با قیمت پیشترش برگشت. البته که او هم رایگان نبود، البته او هم خیلی گران است، هنوز هم خیلی گران است این قیمت برای این ملت، ولی با شرافت مبارزه این خلق، جامعه شهروندی این خلق، چی در داخل و چی در خارج و مخصوصا در داخل کشور که نوابسته به اون فشارهایی که از تمام وزارت‌های قدرتی بالاشون شده بود، آنها توانستند این تصمیم ضد مردمی را مجبور کنند که بازپس خوانند. امروز میخواستم به همین قرار برگردم که و در پی آن چی گفتنی هایی بودند. یکی از گفتنی های خیلی جالب سخنگوی رئیس جمهور گفت که گویا در طول همین قریب 2 ماه رئیس جمهور از چنین تصمیم حکومتش درک نداشته است که این هم تحقیر به خود پرزیدنت است، هم تحقیر به ملت است، هم تحقیر به ساختار دولتی است و هم تحقیر به خود مفهوم دولت در دنیا است که چنین تصمیمی که این برابر به خونریزی یک ملت است، از آن سرور دولت بیخبر ماند. البته که این چنین نیست، البته که خبر داشتند و البته که شکر الله که بر اشتباه خود را درک کردند، ولی فرهنگ عذرپرسی در ملت تاجیک تشکل نیافته است. فرهنگ عذرپرسی مخصوص از طرف زمامداران که اگر اشتباه خود یا اشتباه دولت پیش از خود رو درک کرده باشند و از مردم خود عذر پرسیده باشند، چنین نشده است تا همین روز و باید از اشتباه خود عذر میپرسیدن، ولی شکر الله که اشتباه خود را درک کردند و عقب نشینی کردند و این مردم مظلوم را بیش از این مظلوم تر نکردند. به اینم هزارها
شکر میکنیم. و طول این روزها بسیار گفته های از هر دو جانب، چه از جانب حکومت و فیک های حکومتی نسبت اپوزیسیون و چه از جانب اپوزیسیون نسبت حکومت بود. و یکی از نوشته هایی که در اینترنت بود گفتن که این مخالفین، یعنی مخالفین حکومت، هنگامه سازی میکنند از پرابلم مردم و باید قید کرد که این دفعه حتی جانبداران حکومت هم با مردم یک جا بودند. یعنی یک ملت بار اول بعد سال 92 با یک آواز با حمایه حق خود برخیست، نوابسته از آن که او حکومتی بود، او غیر حکومتی بود، او آدمی که اصلا با هیچ چیز کار نداشت، همه یک جا شدند و توانستیم امروز به این نتیجه برسیم. و گفتن که هنگامه سازی میکنیم. خدا شاهد است. بله، هر گونه اپوزیسیون در هر دولت، در هر دور و زمان در پی اشتباهات دولتدارانند که به آن نشان دهند و از آن استفاده برند برای خود را، یعنی اعتبار خود را برداشتن. بله، ما هم استثنا نیستیم، ولی در چنین حالت‌ها، در چنین حالت‌هایی که خون ملت رو میریزن، باور کنید یگان نفر از مخالفین، چه از مخالفین و چه از منقدان این رژیم، البته که نمیخواهیم با چنین واسطه اعتبار پیدا کنیم. یعنی بگذار این حکومت اولادی 50 سال دیگر بماند و همین خیل با پای همین ملت خور نخلد، همین خیل که همین روز کردن. خب امروز سخنگوی پرزیدنت میگوید که او گویا که طول همین 2 ماه درک نداشته است از این قرارهای عجیب و غریب وزیران و دیگر نهادهایش. و البته که تکرار میشم که این درست نیست، این به حقیقت سازگار نیست. و اگر این حقیقت باشد و اگر واقعا خواستار مجازات دستاندرکاران این تصمیم باشند، چخیلی که در رفت همین هفته می دیدیم، اون ویدیوهایی که با جانبداری این تصمیم ثبت می شدند و اون فتواهای که داده می شدند، ما کارگردان این فتواها رو می دانیم که این به جز یتیم کسی نیست و یکی از نفرانی که باید مجازات شود از طرف رهبر دولت باید خود همین یتیموف باشد که البته در این تصمیم صحیح بود. دوم نفرانی که امضای مردم را جمع میکردن زیر پتیسیون، زیر عریضه به رئیس جمهور و از طرف کارمندان وزارت کارهای داخلی فشار آورده شد بالای اونها، یعنی رمضان رحیم زاده هم در این قضیه درگیر است. و آخران آزاده رحمان که رهبری دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است، کسی که او نمی بود بگذار آزاده هم نباشد و یگان نفر دیگر او هم باید جوابگر باشد اگر واقعا پرزیدنت از این جنایت خبردار نبود. یعنی همه همین دستاندرکاران، من درباره وزیر علاقه و او رهبر آژانسی ضد انحصاری و درباره اونها حجت گپ هم نیست. درباره
رسانه های خبری تاجیکستان که خود پرزیدنت در آخری اخیر از اونو طلب میکرد که تعریف کنی بس و به تنقید گذارید، یگان تا از اونها از این تصمیم قبول شدنی قرار پیاده شدن اون به تأخیر افتادن اون اول تا جلسه حکومت که در آن اما انتظار داشتن که رئیس جمهور اون رو لغو میکند ولی نکرد. در همه ایالت ها رسانه های خبری داخلی، حتی رسانه های مستقل خبری داخلی خود را از این قضیه کنار می گرفتن و با رسانه مستقل خبری به نظرم مثال اون روزنامه هایی که در داخل کشور نشر می شوند حتی در شبکه ها ندیدم که از اونجا هم یگان مواد تحلیلی و تنقیدی نسبت این تصمیم به نشر رسیده باشد. و همه این خب همین رسانه های خبری چی تلویزیون ها شبکه های تلویزیونی باید همه مجازات شوند که همین درد ملتی که بود رسانه‌ای در داخل کشور رسانه‌ای نشد. تشکر از همون مردمی که در داخل کشور نوبسته از اون که میفهمیدن که زیر فشار و تعقیب و شاید بعد قبول این تصمیم نیز فشار بالای آنها قطع نشود، نوبسته از این صدایشان رو بلند کردن، با اونها سر تعظیم فرود می‌آوریم. و بنده میخواستم به شرکت های خدمت رسانی علاقه موبیلی و اینترنت و عموماً به همه ساحه های خدمت رسانی اهالی تاجیکستان مراجعت کرده بگویم که از این روز اعتباراً همین مردم را نه به حیث یک مشتری و شرکت های خود را نه به حیث یک بیزنس شناسید. اون از خودگذشتگی که این مردم نشان داد به خاطر بیزنس شما، البته اول به خاطر خود فرزندان خود بیزنس شما را نیز نجات دادن از ریدر و از همین اوباشان که در حکومت قرار دارند بیزنس شما را نجات دادن و شما نسبت این مردم نه همچون مشتری و بلکه از این روز اعتباراً همچون شریک مناسبت کنید و همچون شریک با آنها کار کنید و از شما دعوت به عمل می‌آورم که همون مبلغ‌هایی که مردم در طول این روزها باید دادن هیچ گپ نمی شود. اگر کمی ضرر هم بینید در کوتاه مدت البته این باز پس به شما برمیگردد، این رو به مردم برگردانید و من بعد تمامی صاحبکاران وطنی و خارجی نسبت این مردم که امروز به خاطر همه شما آواز خود رو بلند کردن با این مردم برخورد خیلی انسان دوستانه تر کنید. مراجعت به حکومت جمهوری تاجیکستان در خاطر داشته باشید که این نه حکومت غمخوری به ملت کرده ایستاده است در این حالت و آن حالت 1% و 2% معاش برداشتن یا یگان مرکز سودا را به استفاده دادن یا یگان ساختمان حکومت نویه یا این غمخوار شما نیستید. غمخوار این مردم به شما است که شما را با جای کار تامین کرده است. مردم کارده شما است و همین را از خاطر نبرارید و من بعد نسبت این مردم همین خیل مناسبت کنید که این مردم
شما خادمان این مردم هستید. این مردم شما را به کار قبول کرده است و شما با سوی استفاده از منصب خود در این وظیفه های خود 27 و 30 سال باقی مانده اید، ولی امین رو فراموش نکنید که رزق ده شما امین مردم است و با این مردم دیگر امین خیل بازی کردن نشاید. از هر یک اعضای پیمان ملی تاجیکستان بنده شخصا خودم خیلی امیدواریم و خیلی سرفراز می شدیم که اگر کمی هم باشد در این پیروزی ملت خود سهیم بوده ایم. ما خیلی و خیلی خدا خوشبخت می شمردیم. البته به سهیم بودن خود هم امین دستاوردی که ملت امروز به دست آورد ما خیلی و خیلی شاد هستیم و خیلی خوشبخت هستیم و خدا کند که کمی هم باشد ما هم در این پیروزی سهم داشته باشیم. خدا یار و مددگار همه ما و شما باشد. پیروزی، یگانگی، بیداری به این ملت مبارک. خدا یار و مددگار ما.